اوه معلم صاحب بخیر آمدی بخیر آمدی. خیر ببینیم وزیر صاحب. بیاید معلم صاحب بشینید. خب چی گپ هست؟ زندگی خوب میگذره؟ چه بگم وزیر صاحب، زندگی اسم میگذاره دیگه. در اوایل گله میکردی که خانه ندارم، باز برات یک نمره دادم، حالا دیگه خانه هم داری. خانه از کجا شد بابا؟ اوه چرا؟ ما خب برات امر فوق العاده داده بودم. وزیر صاحب شالوار میگه که $5000 نتی والا که پای تابانید زمین. 2 سال میشه که دفتر به دفتر در به در میگردم. جلندر او جلندر ایسو تو را میگم. خیر وزیر صاحب، بارش مرا تیر از این نمره زمین. بفرمایید وزیر صاحب. پیش بیا گم شو. اما $5000 که رشوت گرفته بودیم او را بیار. معلم صاحب با من وزیر قلندر میگه تو بیبی که چی تو همین نمره زمین برات میگیرم. بازی خود دولت است، چیریش بابا خو نیست کشته که سرش بازی کنه. اینا وزیر صاحب بفرمایید. معلم صاحب اما شاروالم هم سنگر ماست، همی $5000 بگی و برش بده. بگو وزیر قلندر سلام میگفت. تو نمره تا بگی دیگه. خیر ببینیم وزیر صاحب. ایره میگه عدالت و حکومتداری خوب که دعوای 2 ساله را در 1 دقیقه خلاص کنی. او غایتا مردم از عدالت عمری کیسه میکرد، بعد از عدالت قلندری کیسه خواد کرد.